خدا بر دلها و گوشهای آنان مهر نهاده و بر چشمهایشان پرده ای افکنده شده و عذاب بزرگی در انتظار آنهاست. گروهی از مردم کسانی هستند که میگویند به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده ایم، در حالی که ایمان ندارند. میخواهند خدا و مؤمنان را فریب دهند، در حالی که جز خودشان را فریب نمیدهند، اما نمیفهمند. در دلهای آنان یک نوع بیماری است. خداوند بر بیماری آنان افزوده و به خاطر دروغ‌هایی که میگفتند عذاب دردناکی در انتظار آنهاست. و هنگامی که به آنان گفته شود در زمین فساد نکنید، میگویند ما فقط اصلاح کننده ایم. آگاه باشید اینها همان مفسدانند، ولی نمیفهمند. و هنگامی که به آنان گفته شود همانند سایر مردم ایمان بیاورید، میگویند آیا همچون ابلهان ایمان بیاوریم؟ بدانید اینها همان ابلهانند، ولی نمیدانند.